منم کوروش، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه جهان، پسر کمبوجیا. فرمان دادم که همه مردمان در پرستش خدای خود آزاد باشند و هیچ کس به دارایی و هستیشان دست درازی نکند. فرمان دادم همه نیایشگاه‌های بسته شده را بگشایند و همه خدایان را به نیایشگاه‌های خود بازگردانیدم. من تا وقت زنده‌ام قدرت خود را به کار خواهم برد تا مردمان زیر فرمانم در وحدت و صلح و صلاح زندگانی کنند. این سخنانی بود که اولین امپراتوری جهانی کوروش کبیر در اعلامیه حقوق بشری خود در تاریخ 539 سال قبل از میلاد گفته بود. این منشور در بسیاری موارد یکی از اولین اعلامیه‌های حقوق بشر در جهان دانسته می شود، زیرا کوروش با وسیله این منشور خود به مردمان جهان فرمان داد که شما در صلح و امانی و وحدت در کنار هم زندگی کنید و من برای شما زندگی شایسته را فراهم خواهم آورد. بگذارید هر کس به آیین خود باشد، زنان را گرامی بدارید، فرودستان را دریابید و هر کس آزاد است با زبان قبیله خود تکلم بکند. آدمی تنها در مقام خود به منزلت خواهد رسید. گسستن زنجیرها آرزوی من است، رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است. در جای از این اعلامیه تاکید میکند کوروش. اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر نخست سند است در تاریخ نظام مناسبت‌های حقوقی، صلح و وحدت آفرینی و آزادی وجدان. واقعا هم منشور کوروش که نخستین حجت وحدت همگانی آریای تباران و خلقیت‌های قلمرو هخامنشیان میباشد. همین حکمت تاریخی صلح آفرینی و وحدت سالاری اجداد سرفراز ما بوده که تا امروز ما با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای خردمندمان محترم امام علی رحمان در وحدت و آسایشتگی به سر میبریم.